محمدرضا شعبانعلی هستم. خوشحالم که از طریق این فایل صوتی میتونم در خدمتتون باشم. این فایل قسمت دوم یک پروژه بزرگه که طی اون قصد دارم حوزه ارتباطات و مذاکره رو برای کسایی که به هر دلیلی نمیتونن در کلاس‌های ارتباطات و مذاکره شرکت کنن تشریح کنم. این فایل به صورت منظم رو سایت shabanali.com قرار داده میشه. میتونید به اونجا مراجعه بکنید و دانلودشون بکنید. یه سوال: اگه فردا صبح ایمیلتون رو چک کنید ببینید که یه پیغام براتون رسیده که شرکتتون به هر دلیلی، به دلیل مشکلات مالی و رکود اقتصادی، تصمیم گرفته اطلاع از کارکنان رو حذف کنه و شما هم در لیست کارکنان اخراجی هستید، به خودتون چی میگید؟ یه لحظه فکر کنید، به چند جمله اولی که ذهنتون میرسه فکر کنید. اگه میتونید حتی اینا رو بنویسید. میدونم جملات زیادی میگید. اینا بی‌معرفتن، قدر ناشناسن، من از اول میدونستم که انرژی که اینجا میذارم حروم میشه، اون روزی که فامیلشون رو آوردن من باید حدس میذارم که این اتفاق میفته. بله، با این مفخوری که میکنن قطعا پول کم میارن بعد مجبورن از ما بزنن. شاید هم 100 تا جمله دیگه شبیه اینا یا متفاوت با اینا. اگه کسی ازتون بپرسه در روز چند کلمه صحبت میکنی، اول ازش بپرسید با خودم یا با بقیه، چون ما قسمت عمده از وقت روزانه‌مون رو صرف حرف زدن با خودمون میکنیم. ما تقریبا قبل از هر گفتگویی و بعد از هر گفتگویی با خودمون حرف میزنیم. و آخرین باری که به اتاق مدیرتون دعوت شدین فکر کنید. قبل از رفتن به اتاق به خودتون چی میگفتید؟ باز این منو صدا کرد، الان باز میخواد حرفای تکراری بزنه، باز میخواد گیر بده، چه حوصله‌ای داره، اصلا من هیچی، خودش خسته نمیشه. احتمالاً بعد از بیرون اومدنم هنوز داشتید ادامه میدادید. میدونستم همون مزخرفات همیشگی، همیشه همینه، حوصله‌اش که سر میره ما رو صدا میکنه و نق میزنه. میبینی ما با خودمون حرف میزنیم و مذاکره میکنیم، مذاکره‌ای که خواسته و ناخواسته قسمت مهمی از زندگی ماست و خیلی کم بهش توجه میکنیم. خیلی از دانشمندان اساسا معتقدن که ما برای فکر کردن، حتی برای تغییر حال روحیمون، از کلمات استفاده میکنیم. وقتی از خونه میای بیرون و هوای گرم تابستون رو میبینی، اول تو دلت میگی عجب هوای گرمیه، بعدش احساس گرما میکنی. اگه به خودت نگی نمیتونی احساس گرما بکنی. آیا ما همیشه با خودمون درست حرف میزنیم؟ من فکر نمیکنم. واقعیت اینه که روحیه و سطح انرژیمون، نحوه برخوردمون با بقیه، نتیجه مذاکره هامون تا حد خیلی زیادی این بستگی داره که با خودمون چطوری صحبت میکنیم. امروز میخوام براتون یه سری از اشتباهات عمومی که ما در حرف زدن با خودمون داریم توضیح بدم. اولین اشتباهات ما تمرکز بر مشکلاته. وقتی که میگی هر چی پروژه سخته به من میدن، ذهنمون وارد فضای منفی میشه. اولین کاری که من باید بکنم اینه که تلاش کنم راه حل محور باشم، نه مشکل محور. وقتی از این جلسه میام بیرون باید برگردم بگم باید بیشتر کار کنم، سخت‌ترین پروژه شرکت رو به من سپردن. این همون حرفی که در زبان عموم مردم بهش میگن نیمه پر لیوان رو باید نگاه بکنی. آره، گفتنش خیلی راحته ولی اینقدر راحت نیست. ما این مشکل داریم، اونم که مغز ما برای بدبینی طراحی شده. یه بار دقت بکنید، چند دفعه پیش میاد دوستاتون میان بهتون بگن امروز بهترین روز زندگی منه. چقدر پیش اومده که بیان بهتون بگن امروز گندترین و مزخرفترین روز زندگی من بود. خیلی زیاد. پل اکمن میگه انسان ها 7 احساس پایه دارن: ترس، نفرت، تحقیر، غم، شادی، خشم، تعجب. از این 7 5 تاش احساسات منفیه، یعنی ترس، نفرت، تحقیر، غم، خشم. تعجب هم که خنثی هست میمونه یه احساس مثبت، اونم شادی. به نظر میاد مغز ما دیزاین شده و طراحی شده برای احساسات منفی. بعدم نبوده. در طول قرنها انسان با استفاده از همین احساسات منفی خودشو زنده نگه داشته، از دست دشمن فرار کرده، به دشمن حمله کرده، خودشو حفظ کرده. اما امروز
شاید ما به این همه احساس منفی نیاز نداشته باشیم. باید تمرین کنیم، باید خیلی تمرین کنیم. زمانی که مشکلی باش مواجه میشیم به جای حرف زدن از مشکل به راه حل مشکل فکر کنیم. مغز ما نباید عادت کنه مشکل رو با خودش مرور بکنه. تکرار مشکل در ذهن من هیچ کمکی به حل مشکل نمیکنه. دومین اشتباه دام قضاوت کلیه. به این لغت ها فکر کنید: همیشه، هرگز، هر جا، هیچ جا، همه وقت، هیچ وقت. این لغت ها برای مذاکره کننده مثل سم میمونن. به این جمله ها فکر کنید: همه زن ها هم اینطوری هن. همه تهرانی ها اینطوری هن. ترک ها که همشون اینطوری هن. هر روزی که باش دعوا شروع میشه تا شب با دعوا ادامه پیدا میکنه. همه سوء استفاده میکنن. اینم یکی مثل بقیه. هر پیشنهادی مدیرم دادم تا حالا رد کرده، قطعا اینم رد میکنه. ما به اینا میگیم دام تعمیم یا اوور جنرالیزیشن. هممون داریم. تعمیم میدیم، خیلی سریع قانون میسازیم. مذاکره کننده حق نداره این تعمیم‌ها رو انجام بده. من ممکنه 10 بار با شما جلسه بذارم، 10 بارش هم به شکست برسه. نباید بگم هر وقت با این جلسه میذارم به شکست میرسه. نه، دفعه 11 میام میشینم مذاکره میکنم و بعدن میگم 10 مذاکره قبلی موفق نبوده، راجع به این مذاکره نظری ندارم. شاید موفق باشه، شاید نباشه. این نحوه حرف زدن یک مذاکره کننده است. 20 تلفن قبلی که بهم زده همیشه یه دردسری توش بوده. این جمله خوبیه؟ نه. باید برگردم بگم 20 تلفن قبلی دردسر ساز بوده، اما این دلیل نمیشه شاید این تلفن متفاوتی باشه. بذارید یه جور دیگه بگم. یکی از اشتباهات ما در مذاکره با خودمون پیشگویی کردنه. من میدونم نمیشه، من میدونم اینطوری میشه، من میدونم که این مشتریمون نمیشه، حالا میرم یه صحبتی باهاش میکنم. نه اصلا با روانشناسی مثبت اشتباه نگیرید. من نمیخوام بهتون بگم که مثبت فکر کنید. نه اصلا. نمیگم همیشه بگید نه این مشتری ماست، من حتما این قراردادو میبندم. نه اصلا. اتفاقا در مذاکره نباید مثبت فکر کنید نه منفی. مثبت هم خطرناکه. من برمیگردم میگم من میدونم که تو این شرکت میتونم یه مشتری خوب پیدا بکنم. میرم داخل شرکت، به خاطر همین حرفی که زدم مقید میشم که قرارداد ببندم، ولو به زور، ولو به زحمت، ولو به ضرر. دختر میخواد باید پسری دوست بشه. پیشگویی خطرناکه. پیشگویی منفی که هیچی. بله من میدونم این پسرم یکی این همه پسرای دیگه است. خب معلومه رابطه به هم میریزه، پایه رابطه خرابه. مثبت فکر کردن بیش از حدم خطرناکه. نه این یکی فرق داره، من میدونم، من بالاخره عشقمو تونستم پیدا بکنم، مطمئنم این آدمو میتونم باهاش زندگی بکنم. نه، من باید عادت کنم به عنوان یک مذاکره کننده با خودم نه مثبت حرف بزنم نه منفی. چی بگم؟ من این آدمو نمیشناسم، تا حالا اطلاعات بدی راجعش ندارم، میرم باهاش صحبت میکنم، باهاش ارتباط برقرار میکنم، ببینم اطلاعات بعدیم چجوریه، قضاوتم بعدن چجوری تغییر میکنه. پس یادمون باشه پیشگویی کلا خطرناکه، چه پیشگویی مثبت چه پیشگویی منفی. یه اشتباه دیگه هم که ما میکنیم در گفتگو با خودمون، حرف زدن احساسی با خودمونه. در مذاکره و ارتباطات خیلی باید مواظب احساساتمون باشیم. احساسات بعضی وقتا لطمه‌های خیلی شدید به ما میزنن و متاسفانه هر چقدر بیشتر با خودمون حرف میزنیم بار احساسی ذهنمون هم بیشتر میشه. احساسات بده. من حق ندارم با خودم حرف بزنم و بگم به به چقدر خوب، چه مذاکره خوبی. چرا؟ بعد از مذاکره چرا؟ ولی قبل از مذاکره و در طول مذاکره نه. احساسات خطرناکه. بعضی وقتا در ما تکانش ایجاد میکنه، ما رو به حرکات لحظه‌ای وادار میکنه. تا حالا پیش اومده برگردید توی جلسه بگید یا توی مکالمه تلفنی اصلا چیکار به نتیجه دارم، من حال اینو بگیرم؟ چیه شرکت میخواد ضرر بده دیگه، بذار بده، من اینو آدمش میکنم. خیلی خطرناکه. این نتیجه گفتگوی احساسی با خودمونه. رفتاری میکنیم که چند ثانیه بعد، چند دقیقه بعد یا چند ساعت بعد پشیمون میشیم. احساسات ما رو به سمت قضاوت‌های سیاه‌سفید میبره.
همه آدما یا میشن خوب یا میشن بد، در حالی که منطق به ما یاد میده که آدما خاکستری ان، نه سیاهن نه سفید. هر آدمی خوبی هایی داره و بدی هایی داره، هر آدمی تا حدی مفیده و تا حدی مضره. احساسات تو مذاکره بعضی وقتا منو بیش از حد سرسخت میکنه، حاضر نمیشم کوتاه بیام، حاضر نمیشم امتیاز بدم. بعضی وقتا بیش از حد منو نرم میکنه، امتیازایی میدم که بعداً پشیمون میشم. من این امتیازو دادم برای چی؟ اصلا این حرف من برای چی قبول کردم در اون لحظه؟ یکی از ایرادای دیگه که ما در مذاکره با خودمون داریم مقصریابیه. اصلا ما عادت داریم دنبال مقصر بگردیم، در حالی که وقتی یه اتفاقی افتاد دیگه مهم نیست مقصرش کیه، مهم راه حله، مهم اینه که چه آدمی میتونه کمک کنه که الان این مشکل حل شه. به هر دلیلی همسر من زنگ میزنه من داد و بیداد و شکایت. من شروع میکنم تو دلم کی پرش کرده، باز لابد مامانش باهاش حرف زده، یا این همسایه ها. من میدونم روزایی که این همسایه ها رو میبینه دیگه کمک نمیکنه به من. مهم نیست مقصر کیه، الان احساس همسر من منفیه، تمام، و باید این احساس مثبت بشه، باید این مشکل حل بشه، باید مذاکره کنم، باید حرف بزنم. مدیر من به هر دلیلی امروز از جلوی من رد شد، بهم سلام نکرد. مهم نیست مقصر کیه، مهم نیست کی زیرا به من زده، مهم نیست کی پشت من حرف زده. مدیر من امروز به من سلام نکرد، جواب سلام من نداد. الان باید چی کار بکنم؟ قسمت عمده ای از وقتی که من با خودم صرف میکنم دنبال مقصر دارم میگردم. یکی دیگه از خطاهایی که ما در مذاکره با خودمون داریم برچسب گذاریه. فلانی اون که دیوانه است، منشیمون که خیلی احمقه. برچسب گذاشتن خیلی کار غیر حرفه‌ایه. سرنوشت مذاکره های بعدی منو خراب میکنه. رو آدما، رو سازمانا، رو اتفاقا برچسب نذاریم. به جای اینکه بگم منشی من دیوانه است، منشی من دیروز یه کاری کرد که منو دلخور کرد. این واقعی تره. مدیر ما بی تفاوت و بی شعوره؟ نه، مدیر من 2 روز جواب سلام من نمیده. این واقعی تره. و بزرگنمایی یکی از عادتهای منفی ما در مذاکره با خودمون بزرگنماییه. حالا صبح از در خونش نمیاد بیرون، لباسش گرفته به دستگیره در پاره شده، ماشینش هم که اومده بیاد بیرون یه کوچولو کشونده به کنار در پارکینگ، خط انداخته، با خودش داره مذاکره میکنه. امروز روز من نیست، اصلا خونه میموندم بهتر بود، تا شب چه بلایی سر خودم بیارم معلوم نیست. این بزرگنماییه. واقع گرایی چیه؟ از صبح 2 تا اشتباه کردم، هم لباسم پاره شد، هم ماشین خط افتاد، یه مقدار امروز باید بیشتر دقت کنم. این میشه واقع گرایی. و باید و نباید خطای دیگری که ما در مذاکره رو خودمون داریم. باید امروز این جلسه خوب تموم شه، نباید هیچ اتفاق بدی بیفته. باید امروز من حتما با این آدم دوست بشم، نباید بزنم سرم کلاه بذاره. اینا همش جملات خطرناکیه. ما در مذاکره باید و نباید نداریم. ما در مذاکره تلاش میکنیم، وقت میذاریم، صحبت میکنیم. اگر احساس کردیم نتیجه مثبت، وارد گفتگوهای بعدی میشیم. اگر احساس کردیم منفی، همونجا کات میکنیم. تمام. خب بیاید یه بار دیگه با هم دیگه رفتارهای غلط در مذاکره رو مرور بکنیم. تمرکز بر روی نکات منفی بدون توجه به راه حل، قضاوت‌های کلی رو تعمیم دادن، پیشگویی کردن چه مثبت چه منفی، برخوردهای احساسی، مقصریابی، برچسب گذاری، باید و نباید. بیایید یه مقدار بیشتر رو حرف‌هایی که با خودمون میزنیم فکر کنیم. بیایید یکم بیشتر دقت کنیم به خودمون چی میگیم، با خودمون چجوری مذاکره میکنیم. تا این کار رو و این مرحله رو نگذرونیم، ما نمیتونیم با دیگران یه مذاکره خوب داشته باشیم. با من همراه بمونید. منتظر فایل بعدی روی سایت shabanai.com باشید.